لاله مرزبان، بازیگر معروف، برای تولد مادرش نوشته: مادر من بدترین مادر دنیاست. میدونید چرا؟ آخه اون هیچ وقت کارایی که مادرای فداکار و مهربون انجام میدادن و انجام نمیده. هیچ وقت نشده که باقی مونده غذای منو بخوره، یا اینکه غذای دهنی منو، لقمه دهنی منو بذاره دهن خودش، یا مثلا برای اینکه من غذامو تموم بکنم بشقاب به دست کل خونه رو دنبال من ندویده. به نظرم اون اصلا منو دوست نداشته. به نظرم مادرم اصلا شبیه مادرای مهربون و ایثارگر داستان ها نیست. مادر فداکار قصه ها کمی چاق هستن، اما مادر من همیشه مواظب سلامتی و هیکل خودش هست. یا مثلا هیچ وقت با موهای ژولیده و لباسای کثیف و نامرتب غذا درست نمیکنه و خونه رو تمیز نمیکنه. گهگاهی اون از من زیباترم نشون میده. به جای بوی پیازداغ بوی خوب میده همیشه مادر من. هیچ وقت نشده مادر من به خاطر من به مهمونی و گردش نره، یا اینکه بدون من اصلا بهش خوش نگذره. هیچ وقت کاری که دوست داره رو کنار نذاشته. اون هیچ وقت نشده که به من نصیحت بکنه و ساعتها به من بگه چیکار بکنم و چیکار نکنم. اون به تنهایی به همه کارهای خونه رسیدگی نمیکنه تا من خسته نشم. اون از من کمک میگیره و از منم کار میکشه. اون هیچ وقت صبح به صبح اتاق منو تمیز نمیکنه و انجام کارهای منو به عهده نمیگیره. اون همیشه دلش رو به بافتن موهای من یا درست کردن غذای مورد علاقه من خوش نمیکنه. گاهی به علاقه خودش و دیگران هم توجه میکنه و برای خودش کتابم میخونه. اصلا اون هر کاری که دلش بخواد انجام میده. شاید اون یادش رفته که مادره، یادش رفته که مادرها نباید کارهای مورد علاقه خودشون انجام بدن. در هر حال مادر من اینجوریه. ولی یه چیزی رو میدونید، مادر من مادریه که منو از مادر بودن نترسونده و من یاد گرفتم میتونم هم مادر باشم هم زندگیمو از دست ندم. و امشب تولدشه. مادرم، من به وجودت افتخار میکنم. تولدت مبارک.